طرف میگه ما یه پنجشنبه جمعه‌ای داریم میخوایم بزنیم برقصیم. بزن برقص داداش، بزن بتره کن. چرا تو حال خودت نه؟ چرا از حال خودت فرار کنی؟ من دیدم دورم پره به خاطر شغلم، به خاطر یه مش ورزشکاری که از اون مسیر اومدن تو این مسیر. اکثرا آدمای صفر و صدی به اینجا میرسن. اونایی که یه تایمی شور اعتیاد، عرق خوری، یه چیزی در آوردن، میان تو ورزش شورش از این ور در میارن. تو هیچ کدومش خوب نیست، ولی بازم ورزش بهتره دیگه. بهتر که قابل مقایسه نیست. تو خدا یه مسیری برای زندگیتون انتخاب کنیم. این تکرار این داستانه، هی بریم عرق بخوریم، هی پنجشنبه یه جوری بخوریم که تا دوشنبه هنوز به خودمون نیاییم. انتخاب خودتونه، ولی این روزایی که داره میگذره عمرتونه. دست خوش.